خیلی شجاعی. می‌دونی کوچکترین نفری هستی که این کاری داره میکنه تو برج میلاد؟ ترسیدی؟ آفرین. یه تشویقش کنی؟ واقعا خیلی خفنه. تو سن 12 سالگی این کارو داره میکنه. باری کلا برسام بده. با هماهنگی خودم بزنی؟ آره. یعنی نه مثلا توی خودت میگی؟ نه وای نه. الان که نمیخوایم بزنی. نه. ترسناکه نه؟ نه. چی نه؟ می‌دونی کوچکترین فردی هستی که داره این کارو انجام میده؟ نمیتونم. میتونی. ترسیدم بخورم. آقا نه مامان. کجا میدونی آدم خفنی هستی؟ کی؟ الان فهمید. 5 ثانیه پیش. 5 ثانیه پیش رو بابا نمیخوام مامان. بله. دستاتو باز کن. قشنگ دستاتو باز. قشنگ دستاتو مامان نمیتونم مامان. میتونی. مامان تو رو خدا مامان. داد بزن. مامان مامان تو پسر رو خدا. خیلی شجاعی. دمت گرم. ارسام خیلی شجاعی.